خیلی کلمه نازک است. میگه اول این بچه به خدا سپردم، دوم به شما. باز به طور مثال به نزد دکتر میره یک کس، اول خدا، اونم الله به زبانشان زیاد نمیگه خدا میگه. من واسطه کلمه خدا رو میگم که اونم بفهمه، خداگویان. الله که بگه 10 حسنه 10 نیکی داره، 100 مرتبه 20,000 مرتبه خدا بگو یک نیکی نداره. چرا که الله اسم ذات الله و جز اذکار است، ذکر حساب میشه. 1,000,000 دفعه خدا بگو، گپ خوب است، اما نیکی و حسنه نداره، یک عمالی بیمزد کردی. این فتوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، این تعصب نیست. الله چی بگیم؟ الله. چرا الله نمیگی؟ الله بگو. چی میگه دکتر صاحب؟ اول بچه به الله سپردم، دوم به شما. یا پیش مولا صاحب میره، اول الله دوم شما، اول الله دوم شما، هو الاول هو الاخر، اول الله آخر الله. الله دوم داره؟ نداره. به الله دوم باید نتراشی و بدبخت. اول میگه الله دوم شما، اول الله بود دوم شما بودیم، اگه شما نمی بودیم تباه شده بود. الله دوم نداره، باید بگی به وسیله شما، به کوشش شما، به سعی شما، به تلاش شما، به ذریعه شما. نگه که دوم شما، اول الله دوم شما. نه، این الفاظ کفر است.